وقتی حرف از تجهیزات مکانیکی ساختمان میزنیم یعنی داریم درباره اون سیستمی صحبت میکنیم که آب، هوا، گرما و حتی آرامش زندگیمون رو تنظیم میکنه. اول از همه میریم سراغ آب گرم مصرفی. سیستمی که باید درست طراحی بشه با حلقه انبساط مناسب، عایق‌کاری درست و فاصله مجاز از برق‌کشی‌ها و دودکش‌ها. چون اشتباه توی اجرای همینا یعنی خطر مستقیم. بعدش میرسیم به تهویه مکانیکی و هوای تازه. هر فضا باید هوای بازگردانده شده کافی و ایمن داشته باشه، وگرنه حتی بهترین دستگاه گرمایشی هم کارایی نداره. دریچه بازدیدها نباید حذف بشن چون مسیر کنترل و تعمیرن. اجزای دودکش‌ها باید درست شفت و بست بشن تا نشت گاز یا بخار نداشته باشیم و اون وسط فن‌ها و کالکتورهای هوای گرم باید بدون لرزش کار کنن. حالا بریم سراغ پمپ‌ها، شیرها و فیلترها. اینا قلب گردش آب توی ساختمون هستن و بدون تصفیه آب درست سیستم عمر زیادی نمی‌کنه. در نهایت همه چیز باید طبق طراحی تایید شده باشه، از کانال‌های هوا گرفته یا فاصله بین لوله‌های فلزی و غیر فلزی، چون مبحث 14 یعنی هماهنگی بین ایمنی، بهینه‌سازی و دوام. اگه میخوای با کلیدواژه‌های مبحث 14 و بقیه مباحث نظام مهندسی حرفه‌ای بری جلو، پلیلیست کلیدواژه‌ها رو توی کانال آلبالو تاک ببین. یادت نره سابسکرایب کنی چون مبحث بعدی منتظرته.